هلو گایز، حالتون چطوره؟ به چنل کریزی وکس خیلی خوش اومدید. آقا قراره یکی از گرونترین بازی‌های حال حاضر موجود رو با هم دیگه انجام بدیم. پشیمونم از اینکه این بازی رو خریدم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه کل تایمم رو گرفته من خفنه. یعنی من میتونم به باشگاه برسم، من میتونم به ویدیوها برسم، همش دارم اینو پلی میدم و انقدر الان بازی کردم. میخوام خودتون با گیم آشنا بشید، با این بازی که هستش آشنا بشید و این بازی چیزی نیست جز هاست ریکون، البته جدیدشه. اگه چنل منو ندارید همین الان ساب زنگوله‌رم بزن، ویدیورم لایک نکردی اشکال نداره چون جلوتر میدونم لایکش میکنی، خیلی خفنه. توی کامنت هم حتما بهم بگید چه بازی‌های دیگه دوست دارید که براتون پلی بدم. هاست ریکون که همون بازیایی بود که خیلی گفتید حتما آقا اینو انجام بده، گفتم چشم. این شما و این هاست ریکون پلی رو بدید. من سری قبلی که بازی کردم دقیقا توی همچین شرایطی بودم و آسیب دیدم حسابی، زدن ترکوندم ما رو. بچه‌ها می‌بینید دست مستش بامپیچیه، این دستش الان بامپیچیه، این که دستش نیستش و اینا، به خاطر اینکه بعد جوری آسیب دیده. الان حالش رو به راه میکنم، یه آدرنالین میزنید تمام خونمونه رفتش، همین سادگی. خدایی گرافیک این بازی حرفی برای گفتن نداشته، به خاطر اینکه واقعا یه بازی با کوالیتی شما دارید تماشا میکنید و لذت این برای زمانی که گیم پلی میدید. داشتم میگفتم البته اینکه توی چه سیستمی پلی بدیدیم گیمو خیلی شرطه و حتی مانیتورتون چی باشه، به خاطر اینکه از نظر گرافیک اینو باید بکشه حتما. الان مثلا ویدیو مانیتور رو دیدید دیگه، شما میدونم اونایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن دیدن همه اون ویدیو رو. اینم بهتون بگم توی اینستاگرام و تلگرامم توی چنل دایرکتاش خیلی صحبت ها انجام میدم که اونجا کلا خودمونی ترم. یه شات به افتخار بچه‌هایی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن میخوام بزنم. هدشات رو ببین شما چطور بود. خواهش میکنم کاری نکردم، وظیفه بود. این یه مرحله خیلی سخته که دفعه پنجمه که توی این مرحله هم، چون 4 سری قبل پویان جان متاسفانه هدفی که باید گروگان میگرفتیم و کشت. از یه جا باید ورود بزنم که اومدی؟ آقا به صدا میاد؟ آره صدا تو دارم. خب دوستان عزیز یه اکسپت ریزم زدم میسیون، همه چی اوکیه؟ آره یا نه؟ کجایی پسر؟ جامون رو رفت داداش من این مرحله رو من رد نکردم. نه دیگه وقتی با هم دیگه با هم برادش کنیم داداش. دهنمون سرویس شد. اینو من میشه رد کردن دیگه داداش. من این مرحله رو رد کردم فدات شد. رد نکردی دیگه. پوفیوز چرا نمیمیره؟ 30 تا زدم نمیره. کشتمش. خودم باید دست به کار بشم. خب بچه این کاراکتریه که کریری که من درست کردم توی گیم. ای بابا این نکشی داره منو میزنه. هلیکوپتر مشتی اینجا رو چیکار میکنی؟ آرپیچی خوردی. نه دیگه زدمش. بابا بادی کله خوشم آمد، بچه با عشقی هست. مشتی بذار یه بامپیچی برم رو خودم. کاور کن نیان جلو.
ما خوراکم کاور پسر. مادر نزایده کسی بیاد اینجا بخواد دلیوری بگه. خونپاره خوردی ببین بر این کریره که من درست کردم کریره کوچه‌های شهر. تو چرا یه دونه هیل بیشتر از من داری؟ یه هلیکوپتر دیگه اومد. یه هلیکوپتر دیگه اومد. آقا این داره از کجا میزنه این بی‌ناموس؟ آه 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 من هیلرم پسر خوب. زدمش. اینم زدم. اوه از کجا زد؟ بی‌ناموس دلقک منو کشت. Help me please. Help me bro. Help me. اینجا رو اول اونو بزن نزند. کی؟ سریش بزن. واقعا بچه این بازی خیلی به شدت حال میده. خارناموس بازیه و اینکه با رفیقاتون بازی کنید خیلی حال میده به خاطر اینکه چالشه خیلی باحالی داره. تا 4 نفر هم میتونید پلی بدید گیمو. دهنمون سرویس شده کیه داره میزنه همش ما رو از اینجا؟ بزنمش. مشتی هدشات. اینو ببین بخواب بابا. زدیش. تیرتو رو هوا دارم میبینم انقدر بازی خفنه حاجی. پشمات نریزه. هدفو نزنی آقایم شده اون پشت نزنی اونو. نه هدفو داداش باید سوار هلیکوپتر کنیم. خب بعد بریم ببریم. یه یارم اومده. این یارم خوب میزنم. یار اومده؟ آره بزن این پوفیوسو بزن جلو. از کجا داره میزنه؟ بابا منو کشت دوباره. من چقدر هیلم کمه مگه میشه آخه؟ تو چجوری 4 تا هیل داری من 3 تا دارم؟ پارتی بازی مشتی نکن ازش چه؟ پیداش کردم. اینه غیبن آجی غیبن. پیداش کردم. چرا نمیخوره بهش؟ بابا خونپاره 2 تا. بابا مادر تو هر تو نارنجکش هم اونجا موند. خلاصه که داشتم میگفتم بازی خیلی نابه ناموسم. کی باشار میکنم آقا ایتور کلماتی که استفاده میکنم بوق بذار. منم باش اینم یه بوق بذارم. خیلی کار حالا که قراره بوق بذاره. حاجی هر جا خونپاره میخوره فنسا پاره میشه. دیوارا میترکه. آره دقیقاً چیز میگم خیلی کوالیتی بازی بالاست. خب تیر مثلا پشیزونه. بیا این بر بی ناموس دلغک. زدی شما؟ همه رو زدم قمت نباشه پسر. خونپاره رو ببینید میخوره اینجا. نزن مرا. دارم منو میزنن با حاجی. اینا چرا تموم نمیشن؟ واقعا نمیدونم. بی‌ناموسا منو کشت دوباره. بابا من هیلم خیلی کمه. بابا اینا غیب میشن. دیدی غیب میشن. یا هلپ می بسر. آره دیدم. لول چند شدی تو؟ منم غیب میشم. لول چندی؟ ما لول 14. تو چندی؟ 15 بشی بهت میده. من لول 16.
اینو بابا نارنجک بزن یا کیو؟ بابا بمیر اسکول. چی تو خودت دیدی؟ کوشی ببین نبینه از کمک مردم دوباره بابا. 3 تا آرمی چی اومد؟ ریدم تو این بازی. 2 دقیقه زنده بمون آجی. داداش هیلم کمه، تو هیلت پر میشه، برای من پر نمیشه. اری یارو اصلا نیازی نیست همه رو بکشیم. خب یارو برداریم اصلا نیازی نیست همه. آره وقت برداریم بریم. یه هلیکوپتر رو زدم. چرا هیچ چیش نمیشه؟ آه من نمیتونم راه برم. هیلم خیلی کمه. من دارم میمیرم. بعد بچه انقدر گرافیک بازی بالا و بازی طبیعیه، یعنی شما روی شنا بری شنی میشی، تو آب بری خیس میشی، قشنگ چکه میکنه ازت. باد میاد، نمیدونم گوه میره، بوز میاد، ان میره، همه رو نشون میده. هر چه فکر رو نفس میکشه تو سرما نشون میده. هلیکوپتر تو برف بخواد پاشه، برفا پرت میشن این من اون ور دیگه تا تش برو مشی. البته بچه ها این چیزی که دارن میبینن با چیزی که ما تو مانیتور میبینیم خیلی فرق داره. اونا 1080 60 فریم میبینن، ما 4K گرافیک اولترا 250 FPS داریم کارو میبینیم. توجه داری که پسرم پویاننا یه جو میکشه انگار دشمنشونن واقعا تو واقعیت. پویان باید یه هلیکوپتر برداریم بریم سراغ ماموریت جدیده. بیا و اینا سوار شیم بعد بریم تو هلیکوپتر. وایسا بیام وایسا هلیکوپترها اینجاست دیگه. بیا بسا بیا چیکار میکنی؟ من نشستم پشت رگبار بسا. بشین پشت رگبار ماشی. چه حالی میده آجی. خلبان هم استی صحبت میکنه. امیدوارم پرواز خوبی داشته باشید. 2 در نداریم، کلا یه در داریم که میتونید خودتون رو پرت کنید پایین. رفتیم هلیکوپتر. آقا به به 4 کیلومتر. آره اگه دیدی اونجا هلیکوپتره بیا با چت بپریم پایین. باش. پین بکن. پینه هدفا پینه. تو سیستم من پینه. تو سیستم من پین نیست داداش. ببین اول دارم میرم سمت اونجا که هدفا چیزن. 2 تا هدف داریم این بر. نزن تیر نزن، جامون لو نده. با همین جلو مستقیم به سمت راستمونه هدف. فکر کنم 2 تا گروگانن که باید آزادشون کنیم. حواست باشه گروگانا رو نزنیم. بذار فرود بیام. داداش خیلی هم پایین نیومدی چون اون پارشه. ما اینا بریم بالا. نه اینجا فرود بیایم، از اینجا بریم جلو دیگه. یه پهپاد بذار بدم بالا اول. آها این وره. آره دیدید هدفا رو؟ آره من اینم حتی رد کردم تو نبودی. حالا مثلا میدونم باید چی کار بکنی. خب میدونم این گروگان داره؟ نه گروگان نداره، فقط باید همه رو بکشی. بعد بری از این آدمای سوال بپرسی که این نمیدونم چی سیستمه کجاست، اونا هم جواب میدن.
موزیکو میبینی ولی- ناموسن چه موزیکی گذاشتن روش؟ قشنگ حس و حال بازی کپی رایت می‌تونی درک کنی. نکنی. نه فکر نمی‌کنم کپی رایت داشته باشه. نه کپی رایت نداریم که. همه رو زدی تو؟ من تا اونجایی که میتونم دارم پین میکنم. آدم زیادم نداره البته. چرا بابا زیاد داره. همش تو این خونمونا. خب تو خونه باشن که نمیتونی چیزشون کنی. اسنایپر بکش بیرون مشتی. ببین تو از این ور بزن من از اون ور بزنم فهمیدی؟ حله. تو این ور رو پاکسازی کن. بیا اول روی این سقفو بزنی. رو سقفو. رو سقف ببین. اولیشون رفت. A و B. کو ای ایو زدم. حاجی اگه بردیم داشت منو میدید پشمام. سری زدمش. کو بیت کو B هم زدم دیگه. ما زدیش. خب سوژه ها رو علامت گذاری کن خطشون رو بگیریم. کجایی تو؟ پشت سرتون. بچه یه جوری درست کردن انگار دارید یه فیلم اکشن میبینید. بارون هم داره میزنه. اینجاست که بگی بارون اومده یادم داد تو جونت بیشتر. اینایی که این بالا رو بیا بزنیم. چیکار حاجی این چی بود؟ کردی؟ مین ترکید. وای دهنه تا سرویس جامون لو رفت. مین ترکید. مین ترکید به حاجی. یا ابوالفضل ببین چی کنارمونه. چی؟ بذار الان هکش میکنم. هک شد. مشی الان دهنشون رو سرویس میکنم. زدم. تو داری میزنی؟ آره. بابا حلالت باشه. بابا اینجا فقط پر مینه حاجی من دارم که و حواست باشه شاشیدم دیگه. تو شانس. من زانو رو ببندم. خب بستم. الان اومدم مثل حیوون بکشم برات. بازم مین ترکی خاره تو زایدم. یه نفر دیگه اینجا هسته شما حواست باشه. من کسی نمیبینم. خب یه هدف داریم اینجا. هدفمون چی میگه؟ کجاست؟ 28 متر باش فاصله دارم. یه دونه هدف این برداریم یه هدف اون برداریم. وای وای مردی؟ کجا رفت؟ او یکیشون رو زنده میخوایم. نکشش. شلوار منو دیدی مدل استتاریه؟ یه گروگان زنده میخوایم داداش. اوکیه. حالا من این واسه چیکار میکنم؟ کلا 2 نفر بیشتر زنده نموندن. نکشیش. حاجی پر مینه. پر مینه حاجی اینجا. وای تو رو مین نمیری؟ فقط من میرم؟ نمیدونم. نکشش. این کیه خب؟ بابا من رفتم رو مین. من نمیدونم این کیه چرا اصلا. من مردم. باید گروگان بگیریم. ایو بزن بگیر یارو صورتشو باید بیاریم جلو در که در باز بشه. بیا اینه گروگانمون. گرفتیش؟ نه بابا این نیه اصلا. لپتاپ اینجا باید هکش کنم. من چی دست به کار شده باشد. من این ور الان میام مردم. تارم نجات میدم. بیا گرفتی گروگانو؟ گروگان گرفت؟ نه گروگان نبود.
ولی باید چیز کنیم داداش. این بیرون از اینجا یه چیز زرده، این توی این اتاق است، باز نمیشه در. خب دیگه در باز نمیشه. ای بابا چقدر مین داره اینجا. دوباره افتادی؟ آره دوباره مردم. ای بابا دهن تو سرویس. مشتی الان میام رفیق. بیا مشتی بیا. رفاقت تون داره. کجایی؟ کجایی؟ افتادم دیگه. تو نقشه چرا معلوم نیستی؟ آه دیدمت. به من 300 تا مینم بخوره چیم نمیشه. نمیدونم یه داستانی هستش آجی. بیا زنده هم کن دیگه. دوباره به ما 2 تا چیز داد. چی داد؟ یه دونه این وره یه دونه اون ته. جا بهت بگم مشتی فهمیدم. چیه؟ یه جنازه الان برمیدارم میارم. خب با این باز کنیم اون در رو. بیا این بر. بیا مشتی دیدی گفتم یه نه اینا رو باید بیاریم. بابا حاجی چه سیستم های اینجا هستش پشمو. حالا اینو با هک کنم. فلش رو بس کرد با یه گوشی مشتی هک میکنه. اینقدر سیستمش این تخمی یعنی با این همه دبدبی کپ نه کرده. یه گوشی هم مربوط میشه به همین داستان ها. ولی همه چیشون مدرن حال کردم. آره تمومه؟ تمومه. بیا چرا فانک شد دوباره؟ چرا؟ نمیدونم. شانس نداریم ها. من اینم رد کرده بودم مرحله‌اش حتی. نداریم دو در عقب هم نداریم در بازه. بریم به سمت یه بار یه جا برو من با این رگباره ببندم به شک اینا. گوشن یارامونن این اولیش. بازی من تازه شروع شد. خوبه حداقل اینجا تنها نیستیم، یارامون هم هستن. اسنایپر دارن. روح خوردی منو زد. من اینجا یکم فاصلمون زیاده، باد و بارون هم باید در نظر بگیریم. کیو میخوای بزنی؟ اونجا یه سیستمی که باید بریم هکش کنیم. این مرحله بود یا همینجوری اومدیم داداش؟ نه مرحله است. عاشق این مأموریت های غیر ممکنه. چه خونه هایی دارن بی ناموسا. یه دختر آخه نباید توش باشه؟ فکر کن دختر میذاشتن توش هاجی، خیلی باحال میشد. قبول داری؟ آره. تو دختره رو میبردی چیکار میکردی امیر؟ ای دختر بود. هیچی تو گیمه داداش. تو خواهی چیکار کنی؟
نه تو واقعیت چقدر بود. مغزت، من تو واقعیت به این مرحله نمیرسیدیم، تو مرحله اول میمردیم. تو واقعیت بود دلت میسوخت یا میکشتیش؟ با دل سوختن میکشتمش. مخشو نمیزدی امیر، دروغ نگو. چرا باید مخشو بزنم؟ خوشگل باشه. من نظامی هم داداش. Found IDs of the Bodarks in charge at the Jeremy. آرپیجی نظام. همه تو نقش خودشونه. Jeremy Parks is moving to Scales Villa. چه عجب بالاخره مرحله رو رد کردیم. بیا 4 تا بی‌ناموس اینجا می‌بینیم، اینا رو باید بکشیم. این اولیش. این دومیش. این سومیش. خودتو نشون بده بی‌ناموس. خودتو نشون بده. خودتو نشون بده. ای لاشی قایم شدی ترسو؟ کی داره میزند؟ سلامش. همین من افتادم. کجا تو افتادی؟ نمیر. تو نمیر. یا از کجا؟ قیب بالاترم هم از هست. کجا قیب داره بالاترم هم. نمیدونم. منم زد. پس من میافتم دیگه تو نیافتی فکر کن. جونم. ایو میزنی یا بیو؟ Russia has become weak. I'll pledge my ای یا بی. highest bidder for following this rotten government. Da, but what can we do? We got some company! Hostiles are attacking! خودم زدم همه رو تا تو برسی. ادیت بعد اوکی. استتار کن، استتار کن. بشین سری، بشین. استتار، استتار. استتار کن. اسپیس رو بزن. استتار. اسپیس رو اسپیس بزن. میزنم. هیچ گویی نمیخوره. پاشو. پاشو پاشو. موتور سوار شو بریم. خاکی هم شدم خارشو. بیه. امیر اینجاست. بعد بریم پایین بیا. حاجی چه بد رانندگی میکنی. آخ آخ موتورم سریع دست به کار میشه. تا اینجای ویدیو اگه با این بازی حال کردی، لذت بردی، لایکو بکن، نظراتو برام کامنت کن. بازی پیشنهادی که مد نظرت دوست داری پلی بدیم و بهمون بگو، حتما توی کامنت ها میخونمش. شما هدشاتو ببین فقط چطور بود. آها رسیدیم همین مرحله اصلیه. آره تو رو خدا سوژه رو نکش. داداش اول یه ایکس بده بالا ناموسن، همینجوری سیکیم خیاری نرو. بیا یه نفر اینجا بود اصلا ندیدیمش. دیگه نیست. زدیش؟ آره. آفرین. اوه همش من تعجب شدم. چیکار کردی مگه؟ کاری نکردم. هلیشاتو دارم میبینم. نه الیشادی کاری ندارم.
همه رو دارم میزنم. همه دلمن ترجمه آجی. نمیتونم پیدا میکنم. بهش نمیخوره بیناموس. اینو ببین. یکی داره کال میکنه. همه رو انتخاب کردی؟ ببین حاجی خیلی زیادن. قشنگ 30 تان. اوه هلیکوپتر بزن. علی جامونو پیدا کردن. داداش اینو بزن. آفرین همونو بزن. آه دهنه تو. خیلی قوی هن. هلیکوپتر رو بزن. پایین اونم هستن ها. چی میزنم خدایی؟ یه نمیزنم یارو میپاچه. نپاچید. اونایی که روشون یه دونه تیکه بعد یه چی دیگه هست اونا قوی ترن میدونی که. آره. از کجا زد؟ افتادی مگه؟ نه خیلم پاچید. ای بابا چقدر هلیکوپتر میاد. داداش سوژه کو؟ سوژه پایینه. الان میگیرمش. یا ابوالفضل حاجی پایین پر آدمه. مردی؟ نه از کجا رفتی پایین اصلا؟ بابا کشتی سوژه رو که. حاجی باورم نمیشه این دفعه ششم داریم میبازیم اینو. یه مچ ساده است دیگه، نباید اینقدر ببازیم که. سوژه چی شد؟ هیچی داداش همگی مردیم. با هم مردی؟ سوژه رو کشتی دیگه. داداش بیا یه کار کنیم بدون اینکه کسی بفهمه. بریم سوژه رو بزنیم برداریم ببریم. تموم شد و رفت. بالاخره ریز میریم دیگه. هلیکوپتر رو اصلا ولش کن، با ماشین میبریمش. آره باید با ماشین ببریم. بسته شد. خب مشتی دیگه از الان بازی رسمی باشد. چپیه رو میزن یا راستیه؟ من راستیه. 1 2 3. اون تهیه هم جایزه. 2 نفر رو زدم مشتی همزمان. بیا داداش سوژه ند. یکی فهمید
بیا بزنیمش. شک کرده. کی فهمید؟ حل سوال شد. همشون علامت سوال شدن داداش. قایم شو قایم شو قایم شو. یه سوژه رو بگاهیم دیگه. از اینجا علامت سوال شده بابا یارو. دیدیش؟ آره 1 2 واسه بیاد نه این تو کجا علمش. زدیش؟ پشت فنس این کارم اینو میبینی؟ کیو؟ اون یارون ته زدیش؟ آره زدمش. آفرین. یکی هم اون وره. وایسا بیام. او 2 نفر اومدن. بیا بزنیمشون. کجان؟ نه اینجا نیستن، دورن. سوژه اصلا کجا هست؟ سوژه دقیقا جلوی منه. کو؟ دقیقا روبروی آه. من. این دوتا دارن میدوان چرا؟ وضعیت سفیده. بیا اینو ریز بریم تو ببینیم چه خبره. حاجی نرو تو یه عالمه آدم اونوره. به خدا. این یکی هستن داداش، تو اون یکی گاراژ هست. ما چرا اومدیم این یکی؟ تو میدونی چی میشه؟ داداش اونوری میکردی ماشینو. نه خب بعد این وقت سوا کنیم تیر نزنن. ببین اونایی که البته وینر رو اول باید بزنیم. پویان آره برو خب تو. یه لحظه وایسا. وایس. ببین الان اینجا من دارم میبینمشون. خب میخوای یه ایکس بفرستی؟ بذار یه ایکس بفرستم. وایس. یه ایکس فرستادی؟ شک کردن. ایکس رو زدن. خب داداش از اینجا بزنیمشون؟ از اینجا بزنیم داداش. 4 نفر اونور بهمون شک کردن سفید شدن. بزنیم همینجا بزنیم. بیا بغل من. اول اون رگباریه رو بزنیم. بریم. 1 2 3. اوه زدیمشون آجی. ایکس کو؟ سوژه کو؟ ایکس کو؟ حواست باشه. بگیرش دیگه. گرفتمش. بیارش. منو کاور کن. So where were we? چه عملیاتی رو داریم انجام میدیم. بیا بشین پشت ماشین بریم سریع. بدو بکن. کردیش تو؟ آره برو تو ببینم. گوزو بشین. وایسا سوار شم. بیا وایسا یه جا وایسا. یه دقیقه وایسا. بیا پشتمون. برو گاز بده. برو. با برنامه ریزی داداشت بودا. شونشون حالا اینجوری بعد تا صبح میکشیمشون. آره نمیمردن بی‌ناموسا. GTA بود الان انداخته بودن دنبالمون. آره کجا باید ببریم؟ باید بذاری من بشینم باشه قهرمون. مختصاتش با منه. خب چی میگفتی؟ بیا این تحویل شما این بیناموس رو I'd بگیرید. answer the outcast سرویس questions if کردم I رو. were you. How do you think you will feel when the US is targeted in the name of Russia? Warrant Officer Arkinov is going to make a move too big to ignore. چی شد؟ داره صحبت Teach the میکنه. US a good lesson about Russian superiority. Who's Arkin? معامله با کلمبیا یه Why the کار hell خوبی would بود به Russia want نظرم. that? You'll see. Put the bastard in our chopper. We'll handle him.
داداش اینجا الان یه هفته شلوغ میشه. آماده ای؟ یارامونن. میدونم یارامونم ولی الان یه هفته شلوغ میشه. میگی نه نگاه کن. بیا اول از همه هواپیما بزنش بزنش. Bowman, Ito, it's Nomad. تو جی بزن Captured هواپیما the رفت. military advisor. Great. This one gave the outcasts a real hard time, but the latest assault completed. We have control of the region. He said خب one بعد هلیکوپتر officer سوار شو بریم. Arkinov is planning to strike the U.S. military on کجا Russian بریم؟ behalf. مرحله بعد. Arkinov is a Russian ballistic. آقا امیدوارم از این بازی لذت برده باشید. من اینجا دیگه خیلی ویدیو رو خفن تموم کنم. بود. خدایی ما که لذت بردیم. امیدوارم شما هم لذت برده باشید. اسم بازی بچه یه بار دیگه میگم هاستریکونه. بیریک پوینت. چی؟ On it. Nomad. هاستریکون بیریک پوینت. آره جدیدترین نسخه هاستریکونه دیگه. لینک خود بازی هستش توی بیو چنل اگه خواستید بازی رو بگیرید بازی کنید. البته پولیه بازیش. فکر کنم 9 میلیون رو به پول ما باشه. و اصلا ماهیتا فراموش نکنید. خیلی دوستتون دارم. یه موضوع دیگه هم میخواستم بگم یادم رفت. حالا تو ویدیو بعدی ان شاءالله میگم خدمتتون. نظرتون راجع به این بازی بگید. خیلی دوستتون دارم. چاکس.